محمد باقر قالیباف یکی از نامزدهای اصولگرای انتخابات ریاست جمهوری ایران به نفع ابراهیم رئیسی از رقابت‌ها کناره‌گیری کرد. خبرگزاری ایرانی تصنیم گزارش داد که روز دوشنبه 15 می در جلسه شورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی محمد باقر قالیباف کناره‌گیری خود را از رقابت‌های انتخاباتی پرزیدنتی اعلان نمود. اعلان کناره‌گیری آقای قالیباف در حال رخ داد که او همین روز به ولایت رشت سفر کرده و در میان هوادارانش علیه حکومت و شخص حسن روحانی سخنرانی کرده بود. آقای قالیباف حسن روحانی را متهم کرد که در مورد حل مشکلات در 100 روز وعده دروغین داده بود. در همین حال حسن روحانی رئیس جمهوری و از نامزدهای انتخاباتی پیشرو در ایران طی یک سخنرانی مخالفان خود را متهم کرد که در مورد حکومت او به رهبر جمهوری اسلامی گزارش دروغ می‌دهند. نکته من دارم برای آقای رئیسی عزیز، شما راجع به من هر چی می‌خواید بگید، هر تهمتی هم می‌خواید بزنید، آزادید. به هر حال شما قاضی، دست شما بازه، همه کار میتونید بکنید، دادستان روحانیت هم هستید، میتونید همه علما رو دستگیر بکنید. باید بپرسیم علما چه از شما کشیدن. اما یه چیز از شما تقاضا دارم آقای رئیسی، خواهش میکنم از شما، خواهش میکنم امام رضا رو برای مردم بذارید. امام رضا رو تو رو خدا جناحی نکنید. اینایی که با اتوبوس از شهرها برای جمعیت میارن، بپرس این نهادهای انقلابی که برای تو به اصطلاح میارن، نهادهای امنیتی، پولش از کجا میارن؟ از پول بیت المال دارن این کارا رو میکنن. من الان به ملت ایران اعلام میکنم آمادگی دارم در 4 سال بعد، غیر از تحریم های هسته‌ای که در این 4 سال برداشتم، بقیه تحریم های ملت ایران را به خوبی و با قدرت بردارم. روز دوشنبه خبر رسید که مهدی کروبی از رهبران اعتراضهای سال 2009 اعلام کرده است که در انتخابات پرزیدنتی ایران اشتراک میکند و به حسن روحانی رأی میدهد. یک روز پیش از آن محمد خاتمی پرزیدنت پیشین ایران نیز حمایت خود را از حسن روحانی اعلان کرده بود. محمد خاتمی سازش هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی را موفقیت حکومت حسن روحانی دانست و گفت این توافق توانست فضای مناسبتری را برای زندگی مردم و بهبود امور ایجاد کند و وضعیت و جایگاه بین المللی ایران را بالا برد. قبلا علی مطهری معاون رئیس پارلمان ایران از حسن روحانی حمایت کرده و گفته بود که اگر نامزد غیر از آقای روحانی پیروز شود، به توجهی به حقوق ملت و آنچه در فصل 3 قانون اساسی آمده است از طرف برخی نهادهای امنیتی و دادگاهی بیشتر خواهد شد. انتخابات پرزیدنتی در ایران روز جمعه 19 می برگزار می شود. رئیس جمهور حسن روحانی برای دور دوم ریاست 4 ساله وارد سبقت شده است. پس از کناره‌گیری محمد باقر قالیباف همکنون 5 نامزد سید مصطفی آقا میرسلیم، اسحاق جهانگیری، سید ابراهیم رئیسی، سید مصطفی هاشمی و حسن روحانی با هم رقابت می کنند.